بحثی که ایشون میخوام مطرح کنن. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو اجابت کردن و ایشونو در انجام فکرت مشاهده میکنیم. ازشون دعوت میکنم تشریف بیارن. آقای دکتر خب به نام خدا، من بعد از دو تا استاد بزرگوار یه آدم آوردن که اصلا شاگرد اونا هم اصلا محسوب نمیشن و بعدم خب یه رشته دیگه و همطور که فرمودن آقای دکتر جامعه شناسی. اما به هر حال من دیگه چون دستور فرموده بودم من تکالیفم رو انجام دادم و برای اینکه اتفاقا وقت تلف نشه اینا، چون به من فرمودن که وقت 30 دقیقه است، من متن رو نوشتم برای اینکه وقت به هدر نره و از روش میخونم. فقط این رو بگم که مطالبی که در اینجا مطرح میکنم اصلا فکر نکنید که مثل مطالب اساتید خیلی فلسفی است. مطالبی است که به هر حال در دنیای حاضر، در حال حاضر مطرح هست. مسئله خود من کشور خودمون و خاورمیانه است. یعنی مثلا اینکه این رو من یه جوری از اول برام موقعی که این رو می‌نوشتم، شاید از خود این متنی که نوشتم مشخص نشه ما چجوری الان با چه مسائلی روبرو هستیم و این مسائل رو چجوری باید حل کنیم. بنابراین من این متن رو میخونم و در آخر فقط یک کلمه به جز این متن بیشتر نخواهم گفت و امیدوارم که به هر حال کمی بضاعت بنده رو ببخشید. عقلانیت، اعتدال، جنبش‌های فاشیستی، جنبش‌های مذهبی افراطی. از بزرگان فلسفه تشکر می‌کنم که به معلم ساده جامعه شناسی اجازه دادند تا در روز فلسفه درباره مقولات فوق که پیشنهاد خود آنم بود سخنانی بگویم. روز فلسفه را به فلاسفه تبریک می‌گویم و امیدوارم سخنانی که می‌گویم کمکی هرچند ناچیز در حل مسائلی بکند که فلسفه و جامعه شناسی و سایر علوم انسانی در زمان حاضر با آن روبرو هستند. زمان موجود 30 دقیقه برای بحث درباره مقولات فوق کافی نیست. از این رو کوشیدم تا گفته‌هایم را هرچه خلاصه‌تر در عبارات کوتاه بیان کنم. عبارات من بیشتر طرح مسئله. 1. من در طرح خود نیازی ندارم که از مقوله شروع کنم و سپس مقوله بعدی را از آن استنتاج کنم. از نظر من مقولات فوق دوری را تشکیل دادند که به من اجازه می‌دهند از هر جا شروع کنم و از هر مقوله‌ای سخن بگویم به شرط آنکه ربط آنها را به یکدیگر نشان دهم. 2. از آخرین اتفاقی که دنیا را به تعجب واداشت شروع می‌کنم. انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا. کسی که آشکارا گرایشات فاشیستی دارد و مهمتر از آن جنبشی که به راه انداخته جنبشی نژاد پرستانه و طالب تبعیضات دینی است که به شکلی اغراق‌آمیز خواهان عظمت امریکاست. بسیاری از آمارداران و متخصصان افکار عمومی و متخصصان انتخابات به طور عمده با تکیه بر روانشناسی رای دهندگان این انتخابات را تحلیل کردند. اما مهمترین تحلیل ساختاری است و کسانی بر آن انگشت گذاشتند که از قبل در مورد ظهور پدیده ترامپ هشدار داده بودند. 3. کریس هجز در مقاله بدتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنید نوشته شده در تاریخ 11 نوامبر 2016 می‌نویسد: چامسکی 6 سال پیش به من گفت وضعیت بسیار شبیه وضعیت دوره وایمار آلمان است. مردم از نظام پارلمانی ناامید شدند. مسئله بر سر آن نیست که فاشیست‌ها سوسیال دموکرات‌ها را شکست دادند. مردم از احزاب لیبرال و محافظه‌کار نیز نفرت داشتند. نفرت از آنها بود که فاشیست‌ها را پیروز کرد. مردم امریکا تا به حال خوشبخت بودند که رهبر کاریسماتیکی مثل جوزف مک‌کارتی یا ریچارد نیکسون یا واعظان اونجلیست ظهور نکردند. این اونجلیست‌ها من توضیح ندادم. کسانی هستند که در واقع داعش رو پیش اونا میتونیم بگیم که بسیار آدمای مهربانن. اونجلیست‌ها در حمله به عراق جنایاتی کردند که تصورش برای ما ناممکنه. اما کورپوریت مدیا یا مدیای جهانی که این مسئله رو پوشش میده به هیچ وجه این مسئله رو نپرداخت. کسانی که با اونجلیست آشنا هستند میدونن که اینها چه میکنن و این 2 میلیون کشته‌ای که عراق داد و این نابسامانی که دچار شد مسبب اصلیش همین اونجلیست‌ها بودن. همین معاون آقای ترامپ مایکل فنس جز همین اونجلیست هاست و جز کسیه که نفرت از سیاهان، نفرت از اسلام، نفرت از کارگران مهاجر و در واقع روی ستایش سرمایه و کمپانی‌های بزرگ جز کار این آقا هست. بنابراین منظورم اینه که اونایی که درباره داعش صحبت میکنن بهتره که
راجع به امثال اونها در دنیای مسیحی هم صحبت کنن. اینا روی آنتن نمیرن. ببینید عصر جدید عصری که اگر شما بخواید وجود داشته باشید باید برید بالای آنتن. اونجلیست‌ها رو نمیبرن اونجا. اگه ببرن اون وقت داعش رو سفید خواهد شد. اگر چنین کسی بیاید و صادقانه مردم را خطاب کند، خواهد توانست به سبب استیصال و نومیدی و خشم مشروع مردم امریکا و در غیاب هر نوع پاسخ موجه رأی آنان را به خود جلب کند. او به جای یهودیان در دوره نازی‌ها سیاهان و کارگران مهاجر را سبب بدبختی مردم معرفی خواهد کرد و به ما خواهد گفت که اکنون سفیدهای مذکرند که طرد شدگان جامعه‌اند. او خواهد گفت که ما باید از خود و شرافتمان دفاع کنیم. میبایست قدرت نظامیان را تقویت کنیم وگرنه رهبری جهان را از دست خواهیم داد. ایالات متحده قدرتی جهانی است، مثل آلمان قدرتی منطقه‌ای نیست. ظهور چنین کسی برای جهان مخاطرآمیز است. من گمان می‌کنم که چنین کسی نه از میان جمهوری‌خوان و جمهوری‌خواهان دست راستی، بلکه از میان جمهوری‌خواهان دیوانه برخواهد خواست و انتخابات را خواهد بود. سرکوب ناراضیان شبیه سرکوب در رژیم‌های توتالیتر خواهد شد. امنیت دولت در درجه اول قرار خواهد گرفت. این حرفایی بود که چامسکی 6 سال پیش به کریس هجز گفته. من توجهتون رو جلب می‌کنم که بعضی از شاگردای من در امریکا هستن. بهشون رؤسای دانشگاه‌ها چیز SMS زدن که نگران نباشید، ما از شما دفاع خواهیم کرد. یعنی منظورم این که چون اینجا یه جوری همه شوخی میکنن دیگه، مثلا این حالتی که مثلا انتخاباتی شده حالا 4 سال دیگه میره 5 سال نه، یعنی منظورم اینه که همین الان دانشجویانی که اصلا شاید اصلا به اون معنی اسلامی هم نباشن اونجا در وحشت به سر میبرن و استاد و رؤسای دانشگاه ایمیل بهشون میزنن، چیز میزنن که نگران نباشید، ما از شما دفاعی خواهیم کرد، ما از شما چیز خواهیم. بنابراین از اینجا شما میتونید بفهمید که چامسکی چه پیشگویی و چه پیشبینی کرده. 6 سال پیش این حرفا رو گفته و حالا خب شما شاهد هستید که چه اتفاقی افتاده. چامسکی مثل بقیه روشنفکران مسئول امریکا ظهور ترامپ را پیش بینی کرده بود و علت آن را فرمانروایی نئولیبرال ها از زمان ریگان به بعد می‌دانست. این مسئله نئولیبرال ها در ایران رو دست کم گرفتن. من این انتخابات خاص امریکا رو دنبال کردم. ببینید تقریبا تمام کسایی که معتقدن که امریکا به استیصال کشیده شده و رأی دادن به ترامپ یا امثالهم به یه معنا ناشی از استیصال مردم ممکنه، اینا معتقدن که از زمان ریگان به بعد با اومدن یه سیستم و یه نظام نئولیبرالی ممکن شده. یعنی این مسئله که اینجا افراد خیلی درک همین نمیدونم درک خیلی سطحی ازش دارن، بهتره راجع به در این مورد فکر کرد، بهتره به این انتخابات امریکا توجه کرد. نئولیبرال هایی که چه در قالب جمهوری ها چه در قالب دموکرات، ببینید فرقی نمیکنه چه دموکرات باشن چه، با توسل به سیاست های داخلی یکسان و سیاست های خارجی تهاجم آمیز بر امریکا حکومت کردند. ناقدان این نئولیبرال ها را اهم از آن که حزب جمهوری باشند یا دموکرات به سبب همانندی سیاست‌هایشان مرکز افراطی اکستریم سنتر یا به عبارت دیگر اعتدال افراطی نام گذاشتن. ببین این واژه‌ای است که بهشون اطلاق کردن. من حالا دلیلش رو تا اونجایی که میتونم برای اینکه مبحث خیلی خواهم گفت که چرا اینا مرکزن، چرا اینها اعتدالن و چرا اینا افراطی ان. ببینید الان مشکل سر جهان اینه که همه مثلا صحبت از یه اعتدال نه، ولی در قول حضرت آیت الله در حکمت عملی، در عمل، در چیز ما میتونیم اعتدال افراطی یا مرکز افراطی هم داشته باشیم و این مسئله مختص غربی ها نیست، در جهان در هر جایی که اینها پاشون رو گذاشتن این عمل انجام گرفت. 4. چرا مرکز یا اعتدال و چرا افراطی؟ اولین بار پینوشه شیلی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را اجرا کرد. سیاست‌هایی که به ظاهر اقتصادی هستند اما در باطن به دین مانندند. آزادید هر کار که خواستید بکنید اما به اصول من دست درازی نکنید. یا با منید یا جز من. دشمنید. آنان برای کافران دینشان صفت‌هایی هم دارند. پوپولیسم راست یا چپ. بعدها تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا و سپس سوسیالیست‌های فرانسه به رهبری میتران این سیاست‌ها را اجرا کردند و سپس به کشورهای جهان سوم تحمیل کردند و سپس آن را جهانی کردند. جهانی شدن یعنی نئولیبرالی شدن. 5. چرا چنین شد حکایت مفصلی دارد، اما مقوله مرکز یا اعتدال بدین ترتیب برساخته می شود. اگر نئولیبرال می شدید دیگر گذشته‌تان به کارتان نمی آمد. فرقی نمی کرد از چپ هستید یا از راست.
نئولیبرالیسم اصول بسیار ساده‌ای دارد که هر کس که چند دقیقه‌ای صرف دانستن آن کند به رمز و راز آن پی خواهد برد، وگرنه در میان دریایی از حرف‌های بی‌ربط غوطه خواهد خورد. مهمترین اصل بازار آزادی یا نئولیبرالیسم این است: بازار حقیقت را میگوید. ببین من روی این مسئله که در جمع فلاسفه تاکید میکنم، چون اینا 20 سال در ایران هستن این حرفا رو میزنن. بازار حقیقت رو میکنن، من هم تو نشدای مسئله معرفت شناسانه است از نظر اینها. یعنی همه فکر میکنن که این سری اقتصاددان نشستن دارن کاراشو میکنن. نه، اینا میگن بازار حقیقت رو میگه. حالا اینکه ببینید، یعنی مثلا که در اپیستمولوژی معمولا نهله‌ها و مکاتب مختلف با هم بحث میکنن که مثلا چه جوری من میتونم حقیقت رو کشف کنم، صدق چیه، نمیدونم ابداع چیه. اینا میگن بازار حقیقت رو میگه و در آینده خواهم گفت که به چه نحوی این مسئله رو میگم. از زمان باستان تا کنون فیلسوفان و متألهان در مورد حقیقت و شرایط امکانان حرفا گفتند. از نظر نئولیبرال‌ها بازار حقیقت را میگوید. فیلسوفان اگر به این امر اعتراف کنند و طبق قراردادهای بازی حقیقتشان را بکنند مزاحم نیستند. از نظر نئولیبرال‌ها مناقشه فیلسوفان و متألهان همچون بازی کودکان است. منظورم اینه که اونا فکر کنن که به اصول من دست نده، برو هر بازی می‌خوای بکنی بکن. آنان تا زمانی که این بازی مخل حقیقتشان نشود اعتنایی به آن نمی‌کنند، اما زمانی که نگاهی انتقادی به آنها کنند دشمن محسوب می‌شوند. اما چرا بازار حقیقت را میگوید؟ نه کسی یا چیزی دیگر. حکایتی فلسفی است که هایک و بقیه آن را باز گفتند. اما نئولیبرال‌ها همین حقیقت ساده را هر جا به زبانی میگویند. در ایران آن را در مقام علم اقتصاد و فقط اقتصاد عرضه کردند. وگرنه نگاهی اجمالی به آثار هایک کافی است تا نشان داد که از نظر او بازار مهمترین پاسخ معرفت شناسانه تمامی فلسفه ها را داده است، نه فقط علم اقتصاد را. یکی از دلایلی که در روز فلسفه توجه فیلسوفان را به این نکته جلب می‌کنم این ادعاست. برغم آنکه معرفت شناسی نئولیبرالی راهنمای تمامی دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی، اهم از اعتدالی و اصولگرا و اصلاح طلب بوده است، فیلسوفان ایران التفاتی به این نکته کوچک نکردند، زیرا گمان بردند که اینها مسائل اقتصادی است و اقتصاد ربطی به آنها ندارد. حرف من اینه، بعد از جنگ اینا مستند شد در مورد خواهند هر دولتی آمده مجری سیاست‌های اینا بوده، هم از اینکه اعتدالی باشه، هم اصلاح طلب باشه یا اصولگرا باشه. و این که چطور برنامه اینا رو اجرا کردن گفتم این مستند هست، بعداً هم الان وجود داره، هم به هر حال میشه در موردش تحقیق کرد. فیلسوفان و متألهانی که معتقدند خداوند ضامن حقیقت یا فراهم کننده شرایط ظهورانه است، روش ساده‌ای در برابر غیر خود دارند. اگر طالب حقیقتی در کار خدا دخالت نکنید. نئولیبرال ها نیز از این سیاقند. معتقدند اگر طالب حقیقت هستید در کار بازار دخالت نکنید. مداخله در بازار از دو طریق صورت می‌گیرد: دولت و مردم. بازار آزادی‌های ایرانی به سبب اهداف تبلیغاتی تاکنون گفتند که دولت نباید در کار مردم دخالت کند و به همین سبب عده کثیری از مردم از آنها خوششان می‌آید. اما منظور ایشان این است که دولت نباید در کار بازار دخالت کند. منظور از مردم از نظر اونا همان بازار است. اما نئولیبرال‌های وطنی چندان برمنا نکردند که مردم هم نباید در کار بازار دخالت کنند مگر زمانی که مجبور شدند. اما در این مورد به تمامی دولت‌های پس از جنگ فرمول‌های خود را یاد دادند که چگونه هر جمعی را که طالب دخالت در بازار است سرکوب کنند. آقای دکتر روغنی زنجانی گفتند من در مجلس این استدلال را کردم که اگر شما به دنبال اجرای یک سیاست مشخص هستید باید منتظر یک سری عواقب اجتماعی سیاسی قادر به پرداخت هزینه‌های تصمیم خود نیز باشید. مثلا دولت کره سیاست‌های خود را به صورت علنی اعلام می‌کند و به شدت نیز آنها را پیگیری می‌کند. وقتی هم با واکنش کارگران و دانشجویان روبرو می‌شود، پلیس را برای سرکوب آنها به خیابان‌ها می‌فرستد. اگر قرار باشد بخواهیم چنین واکنش‌هایی را شاهد نباشیم، هرگز سیاست‌ها و تصمیم‌هایی را که مد نظر داریم اجرا نخواهیم کرد. من برای نمایندگان مجلس توضیح دادم برای اجرای سیاست‌های برنامه اول و برنامه دوم باید در سیاست‌های خارجی کشور اصلاحاتی به وجود آوریم. ما نمی‌توانیم در چندین جبهه بجنگیم. ماجرا ساده است. ببینید من مطلبی که اینجا راجع به دانشجو کارگر اینا صحبت می‌کنن، اختلافاتی وجود داره، معمولاً یه نشانه‌های مشخصی رو دو انگشت اشاره میدن چیز بگن. اینجا خود آقای روغنی زنجانی خیلی واضح و روشن و مشخص گفته که برای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی باید یه سیاست داخلی و سیاست خارجی باشه. سیاست خارجی هم من اینجا خدمتتون عرض کنم. سیاست خارجی اینا یعنی ادغام در سرمایه‌داری جهانی. ببینید
اینجا به یه نکته ساده به نفع اینا میخوام بگم. شما یا سیاست‌های نئولیبرالی رو اجرا نمی‌کنید، یعنی مملکت رو به بلا نمیندازید که 1% 99% به وجود بیاد، و اگر کردید باید برید به بازار جهانی. حق دارن اینا موقعی که میگن که ببین حالا که ما این سیاست‌ها رو انجام دادیم باید بریم به بازار جهانی. ببینید این نکته چون درک نمیشه یه جوری در دنیای سیاست مورد مباحثه قرار میگیره. اینا محقاً لفظ سرمایه گذاری خارجی جزء مقولات اساسی این هاست. در دوره آقای احمدی نژاد که نزدیک 750 میلیارد دلار پول وارد این مملکت شد، اینا مرتب از سرمایه گذاری خارجی دفاع میکردن. یعنی حتی همون موقع سرمایه گذاری خارجی برای یه مقوله اساسیه. چرا؟ برای اینکه سرمایه‌داری باید جهانی بشه، ما باید تمام قواعد سرمایه‌داری رو بپذیریم. شما هی اون طرف این طرف مباحثاتی در این مورد انجام میگیره، اما ما منظورم اینه که کنه ماجرا گفته بشه. ما باید کنه ماجرا رو بفهمیم، حالا هر تصمیم می‌خوایم بگیریم. اینا محقن که میگن ما باید سرمایه گذاری خارجی رو بپذیریم و در سیاست خارجی تجدید نظر کنیم. چرا؟ چون 20 خورده سال 30 سال که داریم این سیاست‌ها رو اجرا می‌کنیم. خب اگه شما این سیاست‌ها رو اجرا کنی اون کار قدم آخر رو برنداری به چه درد می‌خوره؟ ببینید من منظورم که ما باید منطقاً اینی که من برم به سیاست‌های اقتصاد جهانی بپیوندم، اون دیگه تصمیمیه که ببینید جز ذات بحث اینا هست، بزرگان باید در موردش تصمیم بگیرن. آنان در آغاز هر انتخاباتی غیبشان می‌زند، از هیچ کس علنا طرفداری نمی‌کنند، زیرا متاع خود را باید به همه دولت‌ها بفروشند. اما بعد از انتخابات سرکله‌شان برای ارائه اقتصاد علمی پیدا می‌شود و به همه دولت‌ها مشورت، همه دولت‌ها. در دوره آقای احمدی نژاد که اینا خودشون هم منتقد هستن، میگن ایشون طرفدار عدالت اجتماعی، نه، اون تعدیل قیمت‌ها حامل‌های انرژی جزء برنامه اینها که آقای خاتمی هم بهش گفتن که من خیلی آرزو داشتم که این برنامه رو من اجرا کنم، حالا که یه مقدار از به اصطلاح نابسامان شده و اینا، خود کسایی که پشت سر کاندیدای خاص بودن و معتقد بودن که 50,000 تومان در ماه باید به عنوان همین یارانه به مردم بدن، حالا میگن که این رابین هود شده. نه، رابین هود انجام نشده، این برنامه خودتون بوده، قرار بود اجرا کنین. احمدی نژاد هم این کاری کرده، 5,000 تومان هم کسر کرده از اون 50,000 تومانی که شما نقشش شده بود. بنابراین منظورم اینه که ببینید اینجاها چجوری شما به اساس کار پی ببریم و اساس کار رو بفهمیم. بعضی از مسائلی که داره ما در اینجا داره اتفاق میفته و باعث در واقع اختشاش خاطر مردم، ما در موردش به یه توافقی میتونیم برسیم. آنان عمدن میگویند دارایی‌های اساساً از نظر دولت باید از خود خلعیت کند، یعنی تمام دارایی‌های دولتی را خصوصی کند. آنان عمدن میگویند دارایی‌های دولتی و فراموش می‌کنند که این دارایی‌ها متعلق به همه مردم است و دولت فقط وکیل آنها برای اداره کردن است. میگویند دولت تاجر خوبی نیست و باید خصوصی سازی شود. آنان بعد از جنگ دولت‌ها را ترغیب به خصوصی سازی کردند و به همین سبب تا قانون اساسی را نیز تغییر دادند. ماجرای تغییر قانون اساسی بسیار مسئله مهم اصل 44 سال 65 کسایی که اینا که در سازمان برنامه جمع شده بودن، اون موقع هست که قانون اساسی باید عوض بشه. و اون موقع یعنی باید قانون که بعد خوب عوض شد. مردم از بعضی خصوصی‌سازی‌ها خوششان نمی‌آید، آنها هم زیر لبی به مردم باج می‌دهند و می‌گویند خصولتی شده است. لفظی من درآوردی وگرنه از حیث ساختاری چه فرقی می‌کند که اموال خصوصی شده نصیب X شود یا Y؟ این مسئله که بسیار BBC هم سر این قضیه بسیار مانور میده. اما از راهی که ساختاری X یا Y ببرید، مثلا شما موقعی که داری اسم برای ما میگه که این بنده نه، چرا نه؟ آنها هم این را می‌دارند و به همین سبب راه فرار خصولتی را برای خود باز می‌گذارند، وگرنه خود آنها در فرصت‌های گوناگون اعتراف کردند که بخش خصوصی در آن وجود نداشته است. روغنی زنجانی در کتاب اقتصاد سیاسی را گفته پیش‌زمینه‌های بسیار از اقداماتی که قرار بود در قالب برنامه اول توسعه به اجرا گذاشته شود در جامعه وجود نداشت و یا ضعیف بود و دولت خودش باید برای ایجاد آن زمینه‌ها و فرهنگ لازمان تلاش می‌کرد. مثلا در بخش خصوصی ما فاقد یک بخش خصوصی کاردان، لایق و با توان بالای مالی بودیم. همونجا سرمایه‌ها و توان مدیریت به بخش مسکن، واسطه‌گری، تجارت و بخش کساورزی خلاصه می‌شدن. ما بخش خصوصی صنعتی نداشتیم. آقای نیلی همونجا صفحه 300 هر زمانی که می‌خواستیم شروع کنیم باید از این نقطه آغاز می‌کردیم که بخش خصوصی کارایی ایجاد کنیم. من منظورم اینه که خصوصی از اینکه شما بخش خصوصی دارین، خب خصوصی سازی می‌کنید.
آقایون میگن که ما بخش خصوصی باید ایجاد کنیم. خب بعد ایجاد که حالا شده، به بعضی‌ها که دوست ندارم میگن خصولتیه. خب فرق می‌کنه. منظورم شما که دارید ایجاد می‌کنید، که شما که میگید وجود نداره، که خب چی شده که اینجا دیگه بین ایکس و ایگرگ فرق هست. اگه بخواید ساختاری ماهوی درست بحث کنید، اینه که ببینید این کار شما خودتون انجام بدید. در سال 69 یا 70 صحبت بر سر بود که اصولاً باید اقداماتی در جهت شکل‌گیری بخش خصوصی نوپا در کشور انجام دهد. چون بخش خصوصی قوی وجود نداشت، دولت خود وظیفه سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را به عهده گرفته است. ما اصلا نهاد بخش خصوصی در کشور نداشتیم و هنوز هم نداریم. کماکان آقای نیلی، یک سازمانی که واقعا در اقتصاد کشور موثر باشد و رابطه تعریف شده بین آنها وجود داشته باشد هنوز نداریم. یکی از اهدافی که برنامه سوم دنبال می‌کند این است که نهاد بخش خصوصی را در کشور ایجاد کند. اینجاست که کورپوریت مدیا در سطح جهانی، بعد از این ماجرای ترامپ، کورپوریت مدیا در سطح جهانی، ببینید یه شکست عظیمی خوردن سی ان. اینا که مردم ازش پرسیدن که شما که همه چی رو میدونستید، سی ان طرفدار کلینتون بود، چطور شد که نفهمیدید؟ اعتراف کردن که نمیدونستن مردم آمریکا چی میخوان. این رو حتی انتلکتولاش گفتم، آدمی در حد جودیت باتلر گفت ما نمیدونستیم. چرا نمیدونستم؟ برای که سی ان فکر می‌کرد تا بها 30 ساله داره دیکته میکنه. کن لوچ بی بی سی رو هم جز همین میذاره. بی بی سی به این توطئه نمیکنه. بی بی سی جز کورپوریت مدیاست. بی بی سی همین برنامه به اصطلاح نئولیبرالی رو هر جا هست پی میگیره. سی ان هم همین کارو میکنه. الانه که سوال از اینا شروع شده. سوالی که ببینید همه ما اینجا که نشسته بودن همه فکر می‌کنن که مثلا موقعی که میگه اینا کورپوریت مدیان اینا مثلا داره طرح توطئه در کار نیست. همین الان یکی از پرسش‌های مهم انتلکتوال‌های در سطح جهان اینه: چطور شد CNN نفهمید و دروغ گفت تا آخر؟ چطور شد BBC که از نظر کن لوچ همین سیاست را ادامه میده، یعنی همین سیاست این چیز. حالا کار دولتی که بخش خصوصی نوپایی ایجاد کنن چیزی بجز خصولتی خواهد بود که بازار آزادی اکنون در ظاهر به آن حمله میکنند، اما در پنهان از آن خرسندند، زیرا نتیجه تلاش آن است. مثلا آن است که بخش خصوصی یا کسی که چنین عملکرد دارد عقلانی عمل میکنه. ببین اونا معتقدن که بخش خصوصی عقلانی عمل میکنه. اینجاست که به مفهوم عقلانیت آنان باز میگردم. منظور آنان از عقلانیت رسیدن به سود در کوتاه‌ترین مدت است، یعنی توسل به همان عقلانیت معطوف به هدف یا عقلانیت ابزاری ماکس وبر. آنان به کنش عقلانی معطوف به ارزش یعنی فلسفه ورزیدن و امثال هم اهمیتی نمیدن الا زمانی که این عقلانیت دست تعدی به عقلانیت ابزاری دراز کند. آن وقت است که دادشان در میآید علم اقتصاد به باد فنا رفت، جامعه نابود شد. خلاصه کنم به اعتقاد آنان دولت باید پاسدار حقیقت بازار، یعنی فراهم کردن قوانین مورد علاقه آنها و جهانی شدن سرمایه و سرکوب کننده کسی باشد که می‌خواهد به بازار تجاوز کند. اکنون دیگر مشخص شده باشد که چرا به آنها مرکز یا مرکزگرا یا اعتدالی میگن. هر کس که نئولیبرال شد و دولت را در دست گرفت باید همین وظایف را انجام داد و لا غیر. به همین سبب که رفتن کلینتون دموکرات و آمدن بوش محافظه‌کار یا سارکوزی محافظه‌کار و اولاند سوسیالیست کوچکترین فرقی نمی‌کند. دولت‌ها میبایست آموزش و بهداشت را به حقیقت بازار واگذارند. گذشت زمانی که سوسیالیست‌ها طرفدار بیمه همگانی و آموزش همگانی بودند. مهمترین دلیلی که انتخابات بی‌معنا شده است خلع ید دولت‌ها از خود است. ببینید این مسئله بسیار مهمه. این پدیده در ایران هم وقتی که اینا دارن چیز میکنن همین، یعنی وقتی شما یعنی به دولت میگن از خودت خلعیت کن. خب بعد خیلی ها میگن که مثلا دموکراسی غربی در طول دموکراسی غربی در طول این کار فرقی نمیکرد سارکوزی بریا. چون بازار قوانینش تدوین شده هست وجود داشت. موقعی که همین ماجرای یونان پیش اومد، این وزیر مالی یونان گفت که قوی ترین مرد اروپا کسیه که همین در سر اقتصاد کسی مثلش رو نمیدونه، انتخابم نشده. حرفش اینه دموکراسی یه نقطه ضعف داره، اونم مردم. چرا؟ برای که هر آن ممکنه رأی بدن که شما برید به ضد فیلمسل یکی از این چیزای اینا رو که دارن میگن رو مثلا بهداشت بخواید، مثلا آموزش بخواید. این روند در ایران اومده. 75% الان دانشگاه‌های ما خصوصی پول میگیرن. این مسئله چیه؟ پولدارها میتونن تحصیل کنن و در واقع هم پول دارن و هم مقامات مهم رو اشغال کنن. ببینید طبقات پایین به جز تحصیل راهی برای اینکه خودشون رو بالا بکشن ندارن. چی دارن؟ هیچ.
بعدش دیگه اون مواد مخدر و فلان. وقتی شما این راه رو هم بهشون ببندید، ببینید یکی از مشکلاتی که رفتن به ترامپ رای دادن در امریکا اینه که در 30 سال اینا وام دانشجویی یکی از مهمترین مسائل مهم دانشجویان امریکاست. کسی که فوق لیسانس میگیری با $120,000 قرض که با یه رقم عجیبی هم باید چیز بده، بهره بده، روبروه 120,000. یعنی برای اینکه اصلا اینا اگه برن کار کنن، کار رسمی کنن، دولت مالیات اینا ازش خواهد کرد. به همین علت میرن در بازار آزاد در قاچاق کار میکنن که حداقل این مالیات رو بدن. به همین علت که قضیه اینقدر پیچیده شده و به همین علت که به ترامپی که میگه که من این وضعیت رو به هم میزنم رأی میدن. ببینید استیصال، منظورم اینه که جایی باقی نمیگذاره برای اعتدال به مفهوم و فلسفیش. مرکز پابرجاست، اعتدال پابرجاست، اما چرا اعتدال افراطی؟ به این سبب که نئولیبرالیسم به سلطه 1% از مردم به 99% از مردم در همه جای جهان منجر شده است. این اعتدال به این سبب افراطی است که بیش از هر رژیم سیاسی از مردم خلایت کرده است. مردم دیگر درباره سرنوشت خود نمیتوانند تصمیم بگیرند. رابطه دولت و مردم گسسته است. ببینید اینجاست که ما ادامه خواهم داد. خاورمیانه اینجور شد که دولت ملت‌ها از بین رفتن و اصلا این وضعیت رو پیدا کرده. و منظور من اینه ما الان قدر این نعمت به امنیتی که داریم بدونیم، اما عناصری در داخل هستن که یعنی عناصر ساختاری، عناصر فرد نیست، عناصر ساختاری است که به هر حال این مسئله رو پروبلماتیزه میکنه. افراطی تر از این سراغ دارید همینجاست که مردم به نام اداره که چامسکی گفت به فاشیستی مثل ترامپ رای میدن. نئولیبرالیسم یا گونه قدیمیان همواره جاده صاف کنه فاشیسم بوده است، چه در وایمار لسرفر، چه در امریکا، چه در انگلستان که فاشیست‌هاش انتخابات خروج را بردن. هرچند ورود به اروپای بازار آزادی چنگی به دل نمیزد. سیاست بی‌معنا شده است. اخیراً عده‌ای از جوانان بر سر قبر کوروش رفتند و شعارهایی دیدند. آنچه مرا وحشت زده کرد شعارهای ضد عرب و ابراز نفرت به اعراب بود. فاشیسم همیشه همینطور شروع می شود. شاید کسانی که در آن جمع بودند خود نمی‌دانند که چه عمل فاشیستی مرتکب شدند. شاید خود آنان هم اکنون از منتقدان ترامپ باشند. نئولیبرالیسم و فاشیسم تا به خود بیایید بر سر شما هوار میشه. این مسئله سر اما اینی که شما بگید که مرگ بر عرب یا نمیدونم چی، ببینید این هم فاشیسم، هم شروع فاشیسم. یعنی فاشیسم اصلا شاخودم نداره، اصلا چیز نداره. وقتی که دارم میگم این عناصر به شکل ساختاری در درون هستن، از اشاره اینه. این رو ادعی میستاین، ادعی فلان میکنن، اما فاشیسم همینجوری شروع میشه. یعنی هیتلر شروع میکنه همینجوری یهودی‌ها رو زدن، ترامپ اینجوری شروع میکنه، نمیدونم سیاها رو زدن، چیزا رو زدن. و شما وقتی در اینجا دارید میگید که مرگ بر عرب، و عربا همسایگان ما بودن. ببین ما اصلا مدت هاست که باشون رابطه‌ای نداره. ما نزدیکترین از نظر انتلکتوری، از نظر چیز ساختار، اصلا نزدیکترین چیز به کشورهای عربی هستیم. هیچ رابطه‌ای وجود نداره. یکی از دلایلی که این جنگ شیعه سنی که الان راه افتاده خواهم گفت ریشش کجاست و چه جوریه، اما ناشی از اینه که هیچ ارتباطی میان جامعه عرب و جامعه ایرانی وجود نداره. و حالا هم ایده تصمیم گرفتن بگن که حالا با یه گروهی مخالفن این رو به عرب نسبت میدن، اما این جور ابراز نفرت یعنی فاشیسم خیلی ساده. چرا جنبش‌های فاشیستی بعد از 4 دهه فرمانروایی نئولیبرال سربلند کردند و اکنون نئولیبرالیسم با فاشیسم گره خورده است؟ جواب رو باید در جهانی شدن سرمایه جستجو کرد. جهانی شدن سرمایه نیازمند قوانینی است که در سطح جهانی روایت شود. قانون آزاد تجارت که کلینتون دموکرات سردمدار خونه کردن آن بود و بوش محافظه‌کاران رو چقدر وقت دارن؟ حداقل هفته. پس من نمیتونم بخونم این رو. بس اجازه بدید که در واقع به یه معنا من چون چیزیست نمیتونم بهتون نکات اساسیش رو بگم. من وارد این قضیه شدم که رابطه آزادی و دموکراسی چیه. ببینید و مسئله خیلی مسئله الان مورد توجه ماست. در عده‌ای بسیار زیادی از مردم دنبال آزادی هستن و گمان میکنن که دنبال دموکراسی اما نیست. این اشتباه دولت ها میکنه و از اول کردن. مثلا نشریه صبح اومد تا یه چیزی فکر کرد که دموکراسی یعنی اباحه‌گری، یعنی همین آزادی هایی که فیلم مثلا دارن چیز میکنن. نفهمه که دموکراسی یعنی که مردم مسائل و مشکلات خودشون رو مطرح کنن،
لیبرتریان همواره طرفدار آزادی‌های شخصی بودن از انواع و اقسام مختلف. در ایران یه خلطی انجام گرفته بین این نوع آزادی‌ها و دموکراسی. اون چه ما بهش احتیاج داریم دموکراسی است که هیچ ربطی هم به این حرفای نمیدونم چیز نداره. اما نئولیبرال ها به شدت دنبال اینن که این آزادی‌های جنسی، آزادی نمیدونم فلان، آزادی فلان که کاملا در سطح جهانی هم مدیای جهانی، فیلم‌های جهانی، صنعت فرهنگ‌سازی جهانی منتشر میکنه، اینا رو بیارن رو و در نتیجه مسئله دموکراسی از بین بره. من حالا راجع به دولت‌ها اینا هم نوشته بودم، الان دیگه چیزی ندارم. ببینید در جناح محافظه‌کار عده‌ای هستن که به هر نوع این نوع دادن این نوع آزادی‌ها رو یه جوری نامشروع می‌دونن. اما ببینید داستان از اینجا شروع میشه. اونا میگن مثلا موسیقی لس آنجلسی وجود داره، بچه‌ها مثلا میخوان به اون گوش میدن، میگن یه نوع موسیقی پاپ بیاد ایران. به محضی که میاد ایران درست میشه، میخوان کنسرت بذارن نمیذارن. از اون طرف یه فشار و تمام جوان‌ها هم فکر میکنن که ببینید این نوع آزادی حق اوناست، این نوع آزادی این دموکراسی و این نوع. از این طرف هم من مفصل راجع به حجب نوشته بودم. بوردیو میگه که زمانی که در خلاقیت بسته میشه، در حجب باز میشه. الان ملت شما نگاه کنید به سوشال میدیا، همه حجب، همه مطلق پرونی، همه شوخی، همه چیز. واکنش از اون طرف اونجوری داره میاد برای یه سری آزادی‌های خیلی شخصی، واکنش از این طرف حجبه. چه کسی این وسط میبره؟ همین کسانی که معتقدن که باید دموکراسی رو سرکوب کرد، نه آزادی ها رو. این دوتا ربطی به هم ندارن. این موقعی که شما میگید آزادی و دموکراسی، همه فکر کنن که یه چیز نیست. دموکراسی یعنی که من بتونم در سرنوشت خودم شرکت کنم. شما دیدید که آقای روغنی زنجانی میگفت چجوری باید کارگر و یا دانشجو رو باید سرکوب کرد. بنابراین خب در عوض چی باید داد؟ در عوض همین که خب آزادی‌های شخصی. بنابراین من در اینجا نوشته بودم، من مفصل راجع به داعش صحبت کرده بودم، راجع به آدم زائد هانه آرندتی. آدم زائد از نظر آرند که در جنگ جهانی اول در سطح اروپا پخش شد، آدمی بود که هیچ پیوند ملی با جایی نداشت و آدم رها شده بود که هیچ حقوقی نداشت، کشوری نداشت، همسایه‌ای نداشت. اینها درست همینها فاشیسم رو ساختن. ما الان در سطح عظیم بیکاری در ایران به خاطر سیاست‌های نئولیبرالی هست. اینها آدم‌های زائدن. چرا داعش به وجود اومد؟ برای اینکه امریکایی‌ها ببینید اونجا رو له کردن، تمام زیرساخت‌ها رو زدن که به قول خودشون عراق را از نو بسازن. من به شما پیشنهاد می‌کنم اون کتاب دکترینش رو که اون خانمه رو بخونید. 20 صفحه است راجع به عراق. 20 صفحه. یه رو بیشتر وقتتون نمیگیره. اونجا توضیح میده که چطور امریکایی‌ها کل عراق رو نابود کردن تا یه عنوان بهشت نئولیبرالی و دموکراتیک بسازن که حاصلش این شد. این کسانی که الان رفتن دنبال داعش همین آدم‌های زائدی هستن که ببینید از همه جا رونده و مونده هستن، مستأصل هستن. خب یه ایده رادیکال هم در هوا هست. حالا اینکه اونا فلسفه دارن، اعتدال بلدن یا نه مسئله مهمی نیست. این ایده رادیکال در بالا هست، اینا جذب میشن. من راجع به رابطه داعش و غربی‌ها و خود ترامپ صحبت کرده بودم که در اینجا من اون رو چیز میکنم، قطع میکنم. اما به یک مسئله رو همین به اصطلاح یه آقای ویژن عبدالکریمی به من گفته بودن که چرا متافیزیک مثلا به من گفته بودن چرا متافیزیک رو فراموش کردی. من یه متن نوشته بودم که متافیزیک رو فراموش نکردم. از قول هایدگر آورده بودم که توی مقوله‌های بنیادی متافیزیک و یا در وجود و زمان از اضطراب و ملال صحبت می‌کنین. اینا مودا نه سابجکتیو نه ابجکتیو، مودای یه پس زمینه‌ای هستن، بنیادی هستن که یه جوری بین رابطه من و جهان قرار می‌گیرن. از اینجا نتیجه گرفته بودم که خب من ما دیگه خودش مثال مهمونی و ایستگاه راه نمیزنم، اما مثال بیکاری رو میتونم بزنم. در بیکاری مود ملال و مود اضطراب، یعنی اینکه ملال زمانی که زمان شما رو پشت سر میگذاره، زمان به شما بی‌اعتنایی میکنه، زمان کند میشه و زمان شما رو فراموش میکنه. در اضطراب اینی که شما نیازمند زمانید که بتونید شما از زمان برید جلوتر، از زمان برید جلوتر و خب میسر است. به همین علت هم اضطراب دارید. برید مواد مخدر، شما اگه نگاه کنید رابطه آدمی با زمان، شما مواد مخدر، اونا که مخدره یعنی زمان رو کند میکنه، یعنی آدم مضطربی که چیزه. اینجا خیلی هایدگری میشه راجع به این مسئله صحبت کرد که چکلی ملال و یعنی زمانی که شما بیکاری
کاری ندارید همین ملال و اضطراب به شما فشار میاره. در زمانی که ملالید دچار ملالید یا اضطرابید مواد مخدر میکشید برای اینکه اضطرابتون بکاهه. در زمانی که نمیدونم دچار حالا نفهمیدم چی گفتم، یعنی زمانی که اضطراب دارید مواد مخدر میکشید، زمانی که ملال دارید مواد محرک میکشید که فلان چیز که برای اینکه زبان رو بالانس کنید. این مشکل اعتیادی که الان ما داریم، اتفاقا میخوام به آقای بیژن عبدالکریم بگم مشکل متافیزیکیه. این مشکل بیکاری که ما داریم مثلا میگید این مشکل جهانیه، مشکلی نیست که در اینجا است و تا زمانی که این سیاست‌ها در قالب سیاست‌های انقباضی و چیزی ادامه پیدا کنه این هست، این خواهد بود. این بیکاری و یه مسئله دیگه در کنار مسئله دیگه ای که نئولیبرال ها به شدت از دولت ملت بیزارن، برای که دولت ملت ها میگن خیلی یه چیز مصنوعیه که بر مبنای قدرت مثلا ترک و لور و فلان از این حرفا رو دارم جمع کرده و با قدرت داره فرمان روایی میکنه. از نظر اونا سیستم های یه قوم طبیعی مثلا فلان قوم یا این زبون رو داره یا اون دین رو داره کاملا میتونن با هم راحت زندگی کنن. بنابراین طالب از بین رفتن دولت ملت ها در سطح جهانی هم اینجوری. ببینید این مسئله این نیست که ساختاری در خود انگلستان هم شما میبینید اسکاتلند میخواد از بریتانیا جدا بشه. چرا؟ قدیم نمیتونستن، الان میتونن. الان یه بازار جهانی در بالا به وجود داره که هر قومی که جدا شد میتونه بره اون بالا. بنابراین من منظورم اینه که این مشکلات گمان نکنیم که در بیرونه، در داخل هم وجود داره و ما باید خلاصه ما باید راجع به این فکر کنیم. درست مسائل فلسفی اینا خیلی مهم، اما اگر به این مسائل فکر نکنیم، ببینید این جمعی که الان اینجا هستیم همه کشورهایی که به هم ریختن یه زمانی بود که این مسئله داشتن. در آخر مقاله من فقط این رو بگم تمام کنم. در آخر مقاله من گفتم مشکل ما چیه. من این رو احاله کردم به فوکو در کتاب بسیار مهم تولد زیست سیاست. فوکو اونجا مفصل بحث کرده. منم اینجا هیچ حرفی نزده بودم که یعنی کتاب رو نمیتونستم به خاطر وقت تحلیل کنم. داستان ساده است، اینه. شما یه جا یه رژیمی دارید که میگه بازار حقیقت رو میگوید، یه جا یک رژیم سیاسی هست که میگه خداوند حقیقت رو میگوید و من نماینده اونم. این دوتا در اصلی که اتفاقا اونا فکر میکردن که این یه چیز اقتصادی خودشون آوردن در هم گره خورد. ببینید مشکل ما اینه که مشکل اساسی ما الان داستان نمیدونم بد بودن این آدم و اون گروه سیاسی و اینو اونو فلان و اینا نیست. این تضاد استراکچراله که یه جا همه خود همین سیاستمدارایی که الان هستند و معتقدن که نمیدونم نماینده خداوند هستن 2 دقیقه بعد میگن که بازار حقیقت رو میگه. ببینید این کانترادیکشن، این تضاد به ایران داره فشار میاره و ای بسا که ببینید اگه حل نشه بتونه بسیار مضر باشه. من جانبداری نمی کنم، من نمیگم چی به چی. شما کتاب فوکو رو بخونید، کتاب فوکو به طور مفصل اونجا راجع به این قضیه صحبت کرده. من منظورم اینه که بیاید نمیدونم مسائل مملکت رو به روانکاوی رهبران و نمیدونم شون اینجوریه و شون اونجوریه و یا فلان فرو نکاهیم، به این تناقض اساسی چیز کنیم و بعد ان شاءالله شاید بتونیم که این مشکلات رو حل کنیم. من جدا عذرخواهی میکنم که بیش از وقت هم صحبت کردم. من معذرت میخوام چون وقت خود شما باید رساله جلسه اجازه بدید من جمع‌بندی کنم. آقای عباسری را به عنوان سخنگوی من دعوت می‌کردیم مخالفم و قبول ندارم. آقای دکتر عباسری کاملا بحث خنثی و علمی مطرح کردن. مثلا نقد هاشمی می‌کنیم. عرض می‌شود که من اگه بخوام بگم که آقای دکتر آنچه که آقای دکتر عباسری معذرت می‌خوام اجازه بدید من اگه بخوام بگم که مسائلی که آقای دکتر عباسری فرمودن رو می‌دونستم قطعاً دروغ گفتم. اگر بگم که همه‌شو متوجه شدم تا حد زیادی دروغ گفتم. من گفتم که تمامی دولت‌های بعد از جنگ تمامی دولت‌های بعد از جنگ این برنامه رو پیش بردن.
آقای احمدی نژاد اتفاقا بیشتر از دیگرون و شجاعانه تر از دیگرون این برنامه رو پیش برد. برای شما چرا به حرفای من دقت نمی‌کنید؟ چه ربطی به آقای احمدی نژاد داره؟